وقتی اسم سرعت و قدرت میاد، اولین چیزی که به ذهن میرسه همین سوپرکارها هستن. فراری، لامبورگینی، پورشه و بوگاتی. نماد هیجان و رویای خیلی از ماشین بازا. قلب تپنده این غول‌ها موتورشه، جایی که اسب بخار و ترک معنی پیدا میکنن. بعضی از این ماشین‌ها تا بالای 1000 اسب بخار قدرت دارن. حالا بیایید ببینیم این اعداد چه معنی دارن. فراری SF90 تقریباً 2.5 ثانیه. لامبورگینی اونتادور حدود 2.8 ثانیه. پورشه 911 توربو نزدیک به 2.6 ثانیه. و بوگاتی شیرون فقط 2.4 ثانیه. تصور کنید پشت فرمان نشستید، با فشردن پدال گاز خودرو با شتابی باور نکردنی از جا کنده میشه. 0 تا 100 در کمتر از 3 ثانیه. تجربه‌ای که شبیه پرتاب موشک. اما فقط سرعت نیست که این ماشین ها رو خاص کرده. طراحی فوق‌العاده، چراغ‌ها، خطوط بدنه و حس لوکسی که بهت میدن، همینا باعث شده عاشقانه دنبالش بشن. البته داشتن همچین ماشینی آسون نیست. هزینه‌های سرسام‌آور بنزین، سرویس و تعمیرات و قیمت خریدی که فقط میلیاردرها میتونن از پسش بر بیان. حالا نوبت توه. اگه انتخاب دست تو بود، میرفتی سراغ قدرت بیرحم بوگاتی، طراحی تهاجمی لامبورگینی یا اصالت پورشه؟ کدومی که بیشتر دوست داری؟